گفتم که همین کیرا ابو جهل نشون دادن، گفتن این بدبخت بسیار منطقی در کارزار زورای، بسیار شورانگیزای. و میگه همین اومدم نزدش میگه همین و همین شمشیر میگه که در همین بندی پشت زدم، همین پشت رو خط کردم. نمیگه که پسرش اکریمه پیدا شد. اکریمه میگه یعنی ضربه قطعی همین شمشیر قطعی زد، میگه در بندی دستم زد، میگه دستم کشول شد. دست کشول شد. تصور کنید در وقت جنگ میگه همون دستی کشول بسیاری وقت که خلال رسون همون را گرفتم، میگه با موزم چه قیدم در زمین کندم میشم میگه پوستشم. بچه این یک پرستوید که نشما او را به این مردم امروزه دیگه قیاس کردن میشه. یا الله. حتی در یک روایت اومده است که میگه هر دو معاذون از حضرت صلی الله علیه و سلم اومدن که ما انا ابو جهل کشتی. و حضرت گفت که یکیش همون معاذ ابن عمرو ابن جموحه، یکیش این همین معاذی انا پسری افرو. و حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که کو شمشیراتون نشون بدین، شمشیرات نشون دادن، هر شمشیر خونولو های. گفت هر دو کشتگیه. اما همون چیزی که رجال شناسای معروف اسلام از جمله همین ابن حجر اسقلانی، اینا ابن عبدالبر یا خلاصا میکنن میگن درسترش چیزی که در صحیحین اومده است که همون ابن افرا، فرزندای افرا کشتگیان. افرا 3 پسر داشته است، هر سهش در همین جنگ شرکت میکنن. معاذ و معویزش هم ابو جهل لعینت غلطوندن، کشتن به این معنی که دیگه شتر غلطید حرکت کردن نمیتونست. اما کلش عبدالله ابن مسعود بریدگی رضی الله تعالی عنه. حضرت بسیار جور دیدگی ای دست همی کسوفتی ابو جهل. یک که دیدش همی ابو جهل شنو اومد هم بلوی سینه شیشت، سرش برداشت، گفت تو کی؟ گفت من عبدالله ابن مسعود. بچه چوپون بچه بسیار بلندی بد برمده. گفت دولی چوپون بچه کلت گوسپه آوری میبره. اول میگه با شمشیری خودم قزدم که نبرید، شمشیری کسافت اخچه گرفته میگه تیزتر بود، من کلش بریدم میگه گرفتم. همین جنگی بعد ازش داریم. بله. و میگه گفتم یا رسول الله اینا کلای دشمن تو دان خدا گفت کشتیش. میگه گفت تو کشتیش. بعد گفت کنی شونم بته. مگر تو وردم شونش داد میگه. ای حضرت گفتی انا این فرعون همین امته. لكل امتی فرعون و فرعون امتی ابو جهل. هر قوم خودش یک فرعونی داره. فرعون امتی من این بدبختی ابو جهل. یعنی مقصد که این میگه روایت‌های زیاد هست. انا همین افرو اصلا یک زنک هست. او زنکی بهادر شود فرزندان رو به نام همون میگیرند. بسیار با غیرت زنک به دست رحمت کنه. 3 فرزندش در همین جنگ قهرمان شده بودند. یک نفرش هم میکشن، یکیش به نام عوف یا به نام عوزی. در بعضی روایات عوز اومده است، در بعضی روایات عوف. همیش در جنگ شهید میشه. خدا رحمتش کنه. یا الله. اهل بدر نه خیلی مردم بودن. بدری و این اهل بدر بسیار در زیاد منزلت شده. اوی کسایی هسته که خدای تعالی یخش نبیشون ایثار کرده است. این جنگی تقدیرساز و حل کننده بود. این جنگی بود که دیگه مسلمان ها بگیم که با صدای بلند گفتن که ما هستیم. ما هستیم دیگه. سنم اینه ده شیطت سا. انا این مقصد این بله. 300 چند نفر بودن؟ اشتراکی جنگ بعد در تاریخ اومده است از 313 تا 317 نفر هم بین ایده. نوموش و هستن یورا. که بعد جنگ کرده گیا. نوموش در تاریخ اومده. نخست پیروزی دوم هم یا؟ بله. نخست پیروزی. بزرگترین پیروزی، نخست پیروزی. بله این خیلی این بعد جنگی بود که دیگه تمام عالم عرب لرزاند. دیدن که این مردم عادی نیستن. پراتیکشون بسیار بوده یا خیلی 1000 نفر زیاد. مقابل بدریا دشمنو. بله. بله. 1000 نفر بود. در ابتدا از این زیادتر بودن. 1300 نفر بودن. اما یک گروه شرکت نکردن. یک گروهش به عقلی کردن، گفتن که همین کاروان خلاص شد. قطعی که جنگ کنه موقعی.
қафо гаштам рафтам. Аммо ин касуфати Абуҷаҳл дигар руша маҳн кард ки то нарем ҷанг накунем, ғалаба накунем, дар ҷои ғалабаму 3 рӯз навестем, шутр накушем, нахӯрем, намеоем. қасам ёд карда буди бадбахт ки худованд ба сазои амалаш расонда шуд. дар хабар аст дар саҳиҳи Муслим ҳазрати Анас ибн Молик ривоят мекунад анна набия саллаллоҳу алайҳи васалам тарака қатло бадри халофа. ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам ҳамин куштаҳои бадра 3 рӯз тарк кард. 26 нафар раҳбарои Қурайша сардороро дар як чоҳ андохта буданд. қалиб меган, қалиби бадр. ҳамин фармон дода буд ҳазрат, ҳамаша дар як ҷо андохта буданд. 3 рӯз ҳазрат баъди ғалаба дар бадр дар ҳамҷо истод. одати ҳазрат ҳамин будааст ки ҷоида ғалаба мекард 3 рӯз меистод ки мақсад ҳамин ҷаем агар ягон гап дошта боше бо биёе марҳамат бо ҳарса даъву ҷанҷол накуне ки ҳамё гирехтан муслимоно ғалаба кардана гирехтан. 3 рӯз меган аз яму қалиб аз яму чоҳ наомад. рӯзи баъди рӯзи 3 вақте ки омад мега болои саршо истоду нидо кард. гуфт ё Абуҷаҳл ибн Ҳишом, ё Умайят ибн Халаф, ё Утбат ибн Рабиъа, ё Шайбат ибн Рабиъа. ҳамин номи ҳамин 4 нафар раҳбароша гирифт. эй Абуҷаҳл, эй Умайяи фарзанди Халаф, Утбаву Шайбаи писарои Рабиъа, алайса қад ваҷадтум мо ваъада раббукум ҳаққо. оё гуфт ваидеро ки Худои таоло нисбат ту карда буд ба ҳақ ёфте ки Худои таоло хорузор ту мекунам гуфта буд. оё хорузор будантуна шумо ҳамин дарк кардехту. фа инни қад ваҷадтум мо ваъадани рабби ҳаққо. ман мега у чизеро ки Худои таоло ваъдам карда буд, нусрат, пирӯзӣ, сарбуландӣ, ина барҳақ дарёфта бошад. ҳазрати Умар ай қафо меомадааст. вақте нидои пайғамбара шунид, гуфт ё Расулаллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам, кайфа ясмаъу ва қад ҷайяфу. охи ё чӣ хел мефаҳманд, ё аллакай бу гирифтагиам кирмушу задааст, ино айҷо мефаҳманд садои тира. ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт валлади нафси биядиҳ мо антум биасмаъ лимо aqulu минҳум. қасам ба Аллоҳе ки ҷони ман дар қабзаи қудрати ӯст, шумо аз онҳо хубтар намефаҳме гапма. ҳамин чӣ хеле ки шумо мешунаве ҳамвора ҳамин хел шунидастиян. валокиннаҳум ло яқдируна ан юҷибу. фақат қадрати ҷавоб гуфтан надоранд онҳо. ҳамин хомӯшишу айбисо багид дигар ҷавоб гуфтан наметавонанд. аммо ҳар чизе ки мегӯм, ҳар мазаммате кардестушу нисбатшу шунидастиян. субҳаналлоҳ. ин ҷанг ин ай хел ҷанг буд. بسیار مفصل صحبت کردگی ما در اون جمعه اطراف بدر این واقعی با یک نشست دو نشست بود کرده نمیشه. مفصلا صحبت کردگی همین تاریخ اسلام ای مسلمان ها باید تاریخ مشرفی که چون بدونن. واقعی واقعی شدگی در اون بدر که ایمان آدم آب میخوره. یا حضرت صلوات الله و سلام استودادن گفت و سارعوا الی مغفرة من ربکم. آیه قرآنی روایت کرد و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. شتاب کنه مسلمانا به سوی رحمت و مغفرت پروردگار تا شتاب کنه به سوی جنتی که پهنه او جنت برابر 7 آسمان و 7 زمین است. پهنش برابر کائنات هم است. الله اکبر. میگه شخصی همینجا ایستاده بود والله اعلم با نام عمرو ابن حمام خرما میخورده است. در دستش چند خرما را گرفته است، خرما خورده است، زفت را کرده است. گفت یا رسول الله عمیق کلونه یعنی گویی چیه یالی بید مقصد که همین خداوند متعال به خاطر اون که شما وسیعیش بفهمه گفتگی عیده وسیعتر و کشوتر بو نعمتی که در اون جای حساب نداره. نه چشم دید است، نه گوش شنید است، نه در گوشه خاطر کسی خطور کردگی. حتی یکون کس امکان فانتزی رو بد کردنش نداره. بچه عجب جویی بده است. سه خرمای دیگه در دستش مونده است. یا تایدگه شد دانش پرتود گفت دیر می شود.
دیر میشه و گفت باقی مونده شد پرتفت رفت در جنگ شهید چی الله اکبر عجیب مردایی بودن عجیب غیرت و حمیت و ناموسی داشتن یک حماسه قهرمانی مسلمان ها هیده هم متفق متحید شدن بعدی هم دیگه یک شدن دیگه تقسیم کنه گم شید به همین انا تصور کن که اوسی هوش جدا حساب میکردن خزرجی ها جدا حساب میکردن بعدی همین دیگه انصار شدن جدا میکردن مهاجری که ایوان اومدیان جدا میکردن همه دیگه همین فقط مهاجر انصار شد همه یک جویه شدن اخیر الامر شدن مسلمان امت محمد صلی الله علیه و سلم خدا رحمت کنه حضرت مولایی را میگه چور کس رو داد مرد یک دیرم اون یکی گفت این به انگور دیرم چور صوفیر شدید بیان در یک کروسه رو یک بودم میبینه دلش میسوزه رنگشون قوری موریانو که هم خود بودست یا دیرم شو پرتوف به خاطر خدا گفت استفاده بری اون یکی یک تاش فرزبان بود است گفت بچه میرم در یک دیرم انگور محشر را میخرم یارو میزنیم شکم سری اون یکی دیگر عرب بود گفت لا من عنب خواهم نه انگور دقا او یک نفرش عرب دست یک انگور را چطورش میگیری؟ عنب میگیری عنب همین انگور به زبان عربی اون یکی ترک بدو گفت ای بونم من نمیخواهم عنب خواهم ازوم یا تاش ترک است یک گفت عنب در کون است ازوم میگیری اون یکی رومی بگفتیم قیل رو ترکن خواهیم استوفیل رو یک تاش رومی بود است ای بچه استوفیل شما هم میشه یا انگور میشه میگه که مشت بر هم میزدن از ابلهی پر بدن از جهل از دانشتهی عقل فراست نه یا آدم همینه که بفهمونه شو خیستن دست بگریبون هم دیگر را کفته استیم صاحب شیر عزیزی صد زبان گربدی آنجا بیدادی صلح شد همینجا اگر یک شخصی عاقل یک شخصی مقصد که محیب میشید که میخواست که بین امی و صلح صلح شود در همین لحظه همه مشکلشون حل میکرد میباخت که بچه برای چی جنگ دوره خونه و بودو هم آدم یک چیز طلب کرده استه و حضرت میگه ده قبیله کوس خزرج نام داشت یک زی دیگر جان خوناشام داشت چینهای کهنشان از مصطفی محو شد در راه اسلام و صفا انا می ده قبیله بدست درمو مدینه منوره رم نام یک قبیلش خزرج است یک قبیله دیگرش اوس به هم دیگر به حد دشمنی داشتن که هر سال یا همه یک ستریلکه زدگی جمع شدیان جنگ میکردیان بهترین جوان مردا غیورترین جوان مردا در این جنگو کشته میشید خون سخته جوتا بازارو در دست شو تجارت همه را غصب کردگی کیف صفا کرده میگشت در مدینه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا خدای تعالی میگه همین انصارا که با هم رسمانی پروردگار چنگ بزنید و تفریقه نه اندازه واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا با یاد بیاره نعمت های پروردگارا که آخه شما دشمنای جانی بده در قصد خونی همدیگر بده پروردگار شما را برادر کرد به نعمت پروردگار شما برادر شده انصار شده در دنیا دیگه اوس خزرج جدا نکردن بعد هم دیگه همش همین انصار شید انصار الله انصار رسول الله صلی الله علیه و سلم جنگ های داشتن در تاریخ به نام جنگ های بؤاس یاد می شود اما اخیران مخالفش با بؤاس نام دارد در موضع به نام بؤاس شده است دیگه هم 4-5 جنگ شده است همش به نام بؤاس یاد می شود همین جنگ های ناموسکی با درجه ای که همین جان میدادن نمی گرفتیان ای تحت دل جنگ میکردیان همین جنگ اخیران شد جنگ بؤاس میگه انا سردار قبیله اوس حزیر بود حزیر برادر یعنی سعد ابن معاذ حزیر ابن معاذ پدر اسید ابن حزیر این فرزندش الحمدلله بعدا یا لشکرکشی مسلمانان میشه باقی بودن میکلون همین برادر سعد ابن معاذ سردار قبیله اوس بود در همین
از طرف خزرجی ها عبدالله ابن ابی به سردار و سرلشکر شد سعد ابن عباده یک پهلوان دیگه. همین در جنگ میگه وقتی که جنگ جوش میگیره اوسی ها شمارش رو اندک کمتر بودای میگریزن با این خزرجی ها تعنش رو میزنن. کجا میگریزه؟ غیرت تو همین قبط کجا اومده؟ چون میگیره شما لباسی مردکی را پوشیده بره یوبکا پوشه در سر تو نمال بنده تعنه چی میزنن. همین حزیر این سردار قبیله است در بالای اسب سوار بوده است. نیزه خچه میگیره با همین شدت و غضب در همین ران پای خودش میزنه. خچه بالای اسب از من دنگله میتن. اگه سردار قبیله است تو که سردار قبیله را اگر اسیر گرفتن ناموس قبیله ای دست رفت. همین چه خیلی که زنمیای پولک وقتی رفت دیگه پولک را از فرد نواد بکنن هم خیلی میشونده. قبیله دیگه قوم بی ناموس و بی غیرت حساب میکنن. خستن اومدن خواستن بردارنش که گفت که دیگه کردارم نشه بگذار من اینجا پورا کنم. شما غیرت نداره ناموس نداره دیگه ننگکی و با ناموس و دیگه همین در یک حالت استیراب غلطیدگی همین قفا گشتن ای تحت دل جنگ کردن خزرجی را شکست دادن خزرجی را گرفتن. تصور کنید که وقتی جنگ خیلی ناموسکی شود خیلی مردم میباید آخر به حد تلفات زیاد میشه. دو قبیله کوس خزرج نام داشت یک زی دیگر جان خون و شام داشت. کینهای کهنشان از مصطفی محو شد در راه اسلام و صفا. اولا اخوان شدند آن مسلمان یا برادر شدند المؤمنون اخوه. همچه اعداد عنب در بوستان همین چه خیلی که همین انگور هزار نمودم که باشه با نام انگور یاد میشوه یا عربی خط عنبش میگن خوب طایفی باشه و خوب انگور چلیکک باشه و خوب نمیدونم این اوج هزار یک نام برو اومده است دیگه نمیدونی کدام شب بگم همش با نام انگور یاد میشوه. انا میخوام همه مسلمان شدن برادر شدن و از دم المؤمنون اخوت بپند در شکستند تنی واحد شدن. اگه انگور با اینا شکل و صورتاش فرق میکنه این را به جفی ساکشه بگیرید دیگه یکون فرق نمیمونه آخه اینا میتونه جفیده شدن یا یک نکتر شدن دیگه. سبحان الله. انا در همین مسئله ها در اتفاق مسلمان ها در تشکیل شدن لشکر اسلامی نقش ای همه حل کننده نقشی بدره. بعدی بدر دیگه لشکری مسلمان ها تاری پروکنده نبود. لشکری منظم بود لشکری تیار بود. هر گروه میدونستن مقصد که از میمنه کی است از میسره کی است علاقه پلنی مقصد لشکر آماده بود. تاکتیک تکنیکی خاراکتریستیکش معلوم بود. استراتژیش چی خیلی بعد مقصد در تمام عالم گویا که اعلام کردن که بدن خچونه هویت خچونه که ما هستیم دیگه مردم ها مجبور بودن که همین را به اینوبت بگیرن و به نظر بگیرن. با مسلمان ها مقصد حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی. خداوند میگه به من 5 چیز داده است که به هیچ پیغمبری پیش من دادگی نیست. اولش نصرت برعب مسیرت شهری. از یک ماه راه وقتی که دشمن میفهمه که مسلمان ها آمده است میگریزن. همین خیلی حیبت مسلمان ها در دلی همون کفار دیگه در اومد که اگر قبیله ها همش جنگاور بدن مردم بیدوی غورتگر بدن به غورت مشغول و به جنگ مشغول بدن. نه که همین خیلی دیگه حیبت شیش در دلی همون مشرکا که یک ماه راه میگریختیان علکه هم مسلمان ها اومده استیان دینگوز میسندیان. و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. دویم نعمتی که خدای تعالی فقط به من داده است میگه تمام روی زمین برای من و برای امتم مسجد اعلام کرده است. مسلمان ها در هر جایی که وقتی نماز شد نماز شب میخونه. خوب در سمالیات باشه خوب در ماشین باشه خوب در ولای چنه سوار باشه نماز هم میخونه. فایما رجل من امتی ادرکته الصلاه فلیصلی. پس هر کسی از امتای من میگه وقتی نمازش رسید باید نماز شب بخونه. میتونه که ولی به خونه میرم با میخونم های یا بهانه‌های میکنیم از برای خدا. آقا نماز بسیار امری مهمه. نماز فرضی وقتی است. این نماز قضا کرده نمیشه.
همین آدم اگر مایل داشته باشه به خدا در همه مورد همه جا امکانیت هست که نماز بخونه یا نه. حضرت گفت و احیلت لی الغنایم، خداوند غنیمت جنگی را برای من حلال گرداند. قومای پیشینه در غنیمت جنگی حلال نبود، غنیمت آتش میزدن، حلال نبود براشون. اما برای امتهای محمد صلی الله علیه و سلم دیگه غنیمت جنگی حلال بود. غنیمت هم میگرفتن، تقسیم میکردن، مقصد میموندن و خمسش اول جدا میکردن برای بیت المال، خمس ای 5 یک حصه‌ش، باقی موندهش بین لشکری‌ها تقسیم میشه. سوار یک حصه میگرفت، اسبکی 2 حصه میگرفت، حتی در یک روایت اومده است 3 حصه میگرفت. یک حصه خودش میگرفت، 2 حصه اسبش. میگم درست‌ترش هم 2 حصه. شجاعت نشون میداد و مقصد یگان دشمن اگر سرنگون میکرد، سلبی همون آدم مقتول برای همین را به یگان حساب و به مقصد تقسیم آبش داده میشه. همین مقصد چیزی که بد همون سلبه میگرفت. همین حضرت عبدالله بن مسعود گفت که رسول الله با شمشیر خودم زدمش، همین شمشیر مقصد کم بود است، چی بود است، ایرا پای نکرد. شمشیر خچه گرفتم زدم ابو جهل ملعونه. حضرت امر هدیهش کرد، همین شمشیر مولیت بود. و نهایت حضرت گفت انا و اعطیت الشفاعت، چهارمش خداوند شفاعتی از ما را برای من نصیب کرده است. اگه شفاعتی خود همه میکنن، همه پیغمبرو شفاعت دارن، همه اولیاء الله شفاعت دارن، همه شهدا شفاعت دارن، علما شهادت دارن، شخصای صالح شفاعت دارن، یعنی حق شفاعت. در جامع السنن امام ترمذی اومده است، حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که این من امتی من یشفع للفئام من الناس. از همین امتهای من هستن شخصیتایی که برای یک خلق ملت بزرگی را طلب شفاعت میکنن، خلقیتای کلان را طلب شفاعت میکنن. و منهم من یشفع للقبیلتی، هستن کسایی که زورشون با هم یک قبیله میرسه، این هم یک قبیله آدم شفاعت میکنن. و منهم من یشفع للعصبه، هستن آدمایی که زورشون با هم یک اولاد میرسه، یک اولاد شفاعت میکنن. و منهم من یشفع للرجل واحد، هستن آدمایی که هم یک آدم هم میتونستی شفاعت کنن، حتی یدخل الجنه، تا اینکه مقصد امت من داخل جنت میشود. اما شفاعت عظما خاصی رسول الله صلی الله علیه و سلم، غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی حق شفاعت عظما نداره. همین که حضرت صلی الله علیه و سلم میگه و اعطیت الشفاعت، مقصد همون شفاعت عظما است. در روزی که آفتاب پایان میشود و حال مردم به نهایت بد میشود، مردم به زاره و تضرع و گریه نزد حضرت آدم علیه السلام میآیند که حال ما را نمیبینی، پیش پروردگار برای طلب شفاعت کرد، اشفع لنا. حضرت آدم جرأت نمیکنه نزد این موضوع ما صحبت مفصل داشتیم و خیلیت چی نکنیم، نزد حضرت نوح علیه السلام میآیند. حضرت نوح علیه السلام با کله نمیگیره، نزد حضرت ابراهیم شو میفرسته، حضرت ابراهیم نزد موسی علیه السلام میفرسته شو، موسی علیه السلام نزد حضرت عیسی علیه السلام میفرسته. و حضرت عیسی علیه السلام میگه نفسی نفسی نفسی، وای بر من، وای بر من، وای بر من، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی محمد صلی الله علیه و سلم، نزد محمد صلی الله علیه و سلم برید. یگانه شخصی که امروز میتونه که پیش خداوند در این حالتی که خداوند به نهایت غضبناک بروه، همین قدر منزلت داره که خداوند از خشم غضبش میگذره به خاطر این شخص، همین محمد صلی الله علیه و سلم نزد حضرت. و میگن نزد محمد میگن که محمد صلی الله علیه و سلم تو حبیب الله، تو حبیب الله هستی. خداوند تو بشارت داده است که هر گناهی که کرده یا هر گناهی که حتی در آینده میکنی من میبخشم، با وجود اون که معصومی. اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فیه، حال زاری ما را نمیبینی، طلب شفاعت که پیش پروردگار. و حضرت میگه از جان میخیزه، زیر عرش پروردگار میاد. خداوند میگه با صفات وصف میکنه، با همین زبان میگه توصیف میکنه،
در پیشش مقصد که حمد و ثنا میگم که تو همون زمان کسی خدا را نگفت است با همون وصف بعدم کسی گفته نمیتونه همین سر در سجده که ناگاه میگه صدای الله عزوجل بلند میشود یا حبیبی یا محمد صلی الله علیه و سلم ارفع رأسک ای حبیبی من ای محمد صلی الله علیه و سلم سر تا بردار امروز روزی سربلندی و سعادتی تای سل تعطه و شفع تشفع هر چی میخوایی طلب هر کسی را میخوایی شفاعتش از من طلب امروز روزی سربلندی و سعادت تای همون وعده ای که ولسوف یعطیک ربک فترضی خدای تعالی برات نعمتای را عطا میکنه که خشتود میشه این رسی و حضرت صلی الله علیه و سلم یعنی مقصد شفاعت عظمایت را ما قبول کردیم افتاب بلند شید حقیقتا مردم جان شده مید مردم دیگر طاقت نداشتن از شدت دیگر میره اگه هر چی که دیگه بو میخوای طلب کن و حضرت سرشم برداره و بعد برای امت این دفت طلب شفاعت میکنه که امتی یا ربی و علیکم السلام امتی یا ربی عجب امتی کورنمکی در اون لحظه حضرت هیچی نگفت نگون طمع طلب دیگه نکرد است فکری امت چه کرد امتی من بعد گفت حبیبی من برای امتهای ترا همین یک در جنت تخصیص دادم همین یک در خاصی امتهای ترا غیر امتی که با او در هیچ کنه نمیتونه در 7 دری باقی موندن قطعی دیگر رو شریکن لاش یک جای بدریان میگه همین یک در خاصی امتی ترا غیر امتی هیچ کنه نمیتونه و حضرت با یک خرسندی که قسم به الله گفت همین یک مصراعی در جنت در طبقه داره کن مصراعین داره همین یک طبقهش فاصلش از مکه تا بصره 1000 کیلومتر زیاده مقصد این بصره در شام یک طبقه در جنت الله اکبر انا اعطیت الشفاعت شفاعت عظما خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم و حضرت صلی الله علیه و سلم گفت و کان النبی یبعث الی قومه خاصتا و بعثت الی الناس عامه هر پیغمبر خاص برای قوم خودش اومده است هر پیغمبر وظیفه و مسئولیتش رسالتش در دعوت کردن خلق خودش امت خودش اما ما را میگه خدای تعالی برای تمام بنی بشر مبعوث کرده است رحمت عالمی ها است محمد صلی الله علیه و سلم اون هم کتابی بیبلی را ببینید یک زن پیش حضرت عیسی علیه السلام یعقوب بیبلی را دروغ و سفسطه‌اش زیاده میگه یک زن از حضرت عیسی علیه السلام میگه پیغمبر خدا میگه فرزند میموره یا برای دهنه میخونه میگه ای زن من برای پستوی بنی اسرائیل اومدگی برای نمی قوم بنی اسرائیل او زنک چی بوده است چی بگم اکا از فینیکیا فینیکیا میشه و چی میشه مردمی فینیکیا میگفتن مردمی غیری بنی اسرائیل اینا بید بعدا خیر رفت خوندش حقیقتا شفا یافت فرزند یعقوب زاده دیگه همه عموما همه پیغمبری که هسته اینا برای یک خلق اومدگیان برای یک قوم اومدگیان برای یک امت اومدگیان اما برای محمد صلی الله علیه و سلم قوم نیست خلق نیست ولی همین قرآن هم ببینه این قرآن کتاب جهانی است قرآن برای تمام بنی بشر تا روز قیامت است همین مکمل بودن قرآن همین حساب است انا برای اون که دستخوشی دستی پاپ ها و روین ها نشوه حضرت خداوندی حفظ قرآن را وظیفه خودش گرفته است که مبادا یگان ملای گرسوخته با برای دنیا شده خیانت نکنه و گپ خدا را دیگر نکنه انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون الله عزوجل میگه که ذکر قرآن ما نازل کردیم حافظ قرآن من هستم نمیگذارم که یک حرفش جدا شود یک حرفش گم شود تغییر بخوره این همیه که الحمدلله همون قرآن عثمانی را ما شما میخونه این به شرافت حفظ پروردگار عزوجل و اکرام در تاریخ و الی خیلی جون کنیو کردگیان یک خیانتای شدگیه یک کورای شدگیه یک قرآنای چوب کردن بعضا به خاطر این همی فتنه انداختن در بین مسلمانان اما خداوند که خودش حافظ قرآن نمیتونن یگان کار کرده یگان کار دستشون نمیآید قرآن کلام الله است قرآن برای تمام بنی بشر است این کتاب مقصد
کتابی نیست که برای یک خلق یک قوم باشه. کتابی عرب نیستی، کتابی عجم نیست، کتابی بنی بشره برای تمام دنیا است. با خدا قسم آیاتش رو ببینید. سال 1973 یا 73 به فکر در هلسینکی، اما انا حقوق بشر اعلامیه حقوق بشر شد معاهده هلسینکی به فکر یک افتخار عالمی های همون روز جشن میگیرند در عالم که در خیلی همه مملکت ها به یک قرار اومدند در هلسینکی. انمی مقصد برابر حقوقی تمام مردم روی عالم نو بسته باز نژاد و زبان و رنگ پوستشو اعلان شده است. اوهی 1400 سال پیش ای جانب پروردگار در قرآن اعلان شدگی ای 1400 سال پیش. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الآیه خدای بزرگ میگه ای مردم، ای بنی بشر، اوه من شما را همه از یک پدر و مادر خلق کرده، همه شما فرزندای آدم و حوا هستی. با او خاطر شما را به قوم خلق ها و ملت ها تقسیم بندی کردم که همدیگر را بشناسه، در کار خیر به همدیگر سبقت داشته باشه. به شک شبهه مکرمترین شما در پیش خداوند متقیای شما است. کسی تقوا داره، کسی ترس خدا داره، درجه و منزلتش بالای پیش پروردگار. الله اکبر. همین در اسباب نزولی همین آیات اومده است. میگه در سال فتح مکه سال 8 هجری حضرت صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه خانه کعبه را پاکیزه و تازه کرد 360 متر داخلش شکست، همین وقتی نماز پیشین شده بود است، حضرت بلال امر کرد. بلال حبشی را که در مکه تولد شده است، غلام زاده بود، غلام بود آخر، همچون غلام خطیش رفتار میکردند، این جور و ظلم او را میکردند. امر کرد گفت بالای خانه کعبه برو، از بالای بامش اذان بده. وقتی حضرت بلال برآمد از بالا اذان داد، قریشی ها تحمل شنیدن این را نداشتند، گفتن ما را ازدواج کردستیان. حتی کسایی که آدمای اندک نیستن، یا 3 نفر همین ای بزرگای قریش یک جمع اومده، یک نفرش عطا ابن اسید نام داره. اگه برای درجه و منزلت به شما فهمودن همین قبول کن که وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم برگشت به مدینه اومد، همین شخص امیری مکه تعیین کردگی است. امیری مکه عطا ابن اسید میگه الحمدلله الذی قبض ابی حتی لا یرى هذا اليوم. خدا را شکر که خداوند پروردگار بزرگ جانی پدر ما پیشتر گرفت، همین شرمندگی را ندید، اگر تلخش میکفید میمون. یک غلام حبشی ای بالای خانه کعبه از مقدسات یاخی، از همین شریعت حضرت ابراهیم برای قریش و عرب همین خچیز مونده بود. از بالای مکانی که تمام قریشی ها در دنیا افتخار میکنن، یک غلام زنگی که مقصد خدمتگار و غلام ته دستی هم بود، ببرایه و سنادید قریش دعوت کنن که بیایه به نماز. هرچی میگم پدر مرد، همین شرمندگی و فضیحت ندید نباشه تلخ کف بشید. یک نفرش به نام عبدالله ابن هشام گفت ما وجد محمد غیر هذا الغراب الاسود. مگر محمد صلی الله علیه و سلم غیر همین زوگ سیاه یکم کسی دیگر را نیافت؟ اینا ببین توید بچه در عصر 21 همین نجات پرستی هسته، این همین ملتچگی و ملتگرایی هسته. چی برسال که او عصرهای میانه این صحبت ما کرده استیم سبحان عصر 8 میلادی هست. میگه حضرت ابو سفیان هم همون جایی به سلمان شدگی هست. پیش فتح مکه حضرت ابو سفیان اسلام قبول کرده بود. گفت این لا اقول شیئا اخاف ان یخبر به رب السما. گفت من هیچی نمیگم، نه با او خاطر که با شما هم فکر نیستم، نه گپاتو درسته، منم تصدیق میکنم گپتونم، نه که من میترسم که پروردگار پیغمبرش خبر میکنه، ولی پیغمبر خبری اسلام قبول کرده. میگه حضرت جبریل اومد حضرت صلی الله علیه و سلم آگاه کرد، صداشو کرد، گفته همین گپ ما را گفتن، گفته علم کرد و گفته
بعد میگه همه آیت نازل شده بود. همین آیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نزد خانه کعبه با تمام مردم عالم اعلام داشت که هی مردم تو به دست تو بگیری. این بلالی که حبشی است و این آدمی با تقوا و متقی درجه و منزلتش در پیش پروردگار از 100,000 و اشراف قریش بالاتر و بالاتر. اشراف قریش کیه؟ این مردک درجه و منزلت داره، مرتبه داره. حضرت مولوی قصه میکنه، میگه خور در یک جایگاه روز بلال بر تنی حضرت شیخ عطار، ببخشید در منطق تیر شیخ عطار خور در یک جایگاه روز بلال بر تنی باریک 100 چوب دوال خون روان شد زوز چوبی بی عدد. همچنان میگفت احد، میگفت احد. تمام اعضای بدن پاره کردن که اقلا یک بار پیغمبر را دشنامته فقط همین احد گفته است. میگه گر شود بر پای خور نوگهت حب و بغضی کس نماند در رهت. ناشگری شود که یک خور در پاد بزنه مردم دنیا در چشمت شو میشوند. برای همین یک سیاستت کنن نازده پدرت هم میفروشی. چون چنان بودن ایشان تو چنین چند خواهی بود حیران تو چنین. تخت سر تا بسر یا صحابه پیغمبر میمونی. آخو مردای خدا او سوپرمن بدن. ترا چی و پا تا با پای با قدم او دراز کردن چی؟ از فعالت به پرستان رستند و زبان تو صحابه خستند. خونت بسوزا، زیان و ضررت فقط در مسلمان ها میرسه. میشینی میخیزی و تنقیدی صحابه و طعن صحابه. در فضولی میکنی دیوان سیاه گوی بردی در زبان داری نگاه. آقای کاری خوب بای دستت نمیاد اقلا کوشش کن که کاری بد نکنی. چنوان نمیکنی گره خود گره ما باش. ابرو کشاده باش چه دستت کشاده نیست. همین گره حقوی کردن نمیتونی اقلا خودت گره نشه. آقای دستی کشاد نداری اقلا چهره تکشاد بگی. وقت تک تکش بگی. که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای بنی بشر مبعوث شده است هیچ جوری شک نیست. او در این موضوع صحبت ها زیاد کردگی حجت به تکرار هم نیست. بزرگای مثل برنارد شو آخه حضرت چنان صفاتایی کردیان که وقتی میخوری در تعجب میمونی که مسلمان ها چنین برنارد شو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولی نشد اختر دیگر این قدر سازمان و این قدر سترکتوره ها و با میگه در همه کنج دنیا جنگ، آدم کشی، خیانت، غارتگری. اگر خداوند میگه همین یک بار دیگه محمد صلی الله علیه و سلم به همین دنیا میفرستاد دیگه حجت به یگان سازمان و ساختارش نبود. همه تینج آرام میشی، همه را آرام تینج میگه. خدای بزرگ به شنیده و عمل کردن نصیبمان بود. آمین. خدا کنه که تاریخ اسلام رو بدونیم، تاریخ پیغمبر رو بدونیم، تاریخ بزرگای همین دیار رو بدونیم. انشالله اگر دونستیم کسی دیگه ما رو منقورت کردن نمیتونه. قصه منقورت هم میدونه نه؟ همین بعضی مردم ابله هستن مثل گوش میکنی همین معلوم است نه؟ همین سخنای میگه گپوی میزنه که اصلی خیچه دیگه فراموش کرده است که کی بود چی بود. یعنی منقورت شخصی را میگن که اصلش فراموش کرده است. همین قوم قبایل مغول تبار یا عادت داشتن. خونه سوخته وقتی که اسیر جنگی را میگرفتن سرش می تراشیدن، دست پوش بستگی سر می تراشیدن، بعد همین بره را میکشیدن، پوستی بره را در بوله همون سرش همین جوس میبستیدن، همین در سرش میکشیدن، دست پو بستگی در بیابون پرتافتیانش. بعد چند مو ایته نمیزنه برویا. این موی انسان به حد قوت داره. میبرویا که اینجا پوست یوخی. تصور کنه پوست سوراخ کرده میگذره. او پوست قاق شده همین سر میجقه. وقتی که همین کسافانای سر که میجقه رگ پیوند میجقه، اکثر همین آدمایی را که مقصد به همین ورطه میانداختن هلاک میشیدن. طاقت نمیکردن. ای 10 نفر 1 نفر قوت میکرده است. همین آدمای با قوت جنگاورای مزبله را میگرفتن در این کار. هر کس نه قوت میکرده است و بعد که او یگان هفته پس می اومدن اگر نمورده باشه
بعد دستاشو میکشویانه بعد طعامش میتونه کم کم تبابتش میکنن دیگه او پوست ایسر جدا نمیشه مو ایسر ای پوست سرخ کرده برو دست یا دستش شتگی تمام گذشته خیلی تماما دیگه فراموش میکرده است کیو چی بگیو تولد چیدم اصلا چیه و هم خوجینش میومده است میگوید است نامی تو فلان این من که تا خوجین دیگه فرمانی من میبری سگ اینقدر وفادار نمیشه سگ با درجه نه رحم ترحم کسی را میگم بکش میگم میکشم چی کارش بفرمانش میکنم یک جوانی ترک اسیر میغلطه ترکمن اسیر یک قبیله مغول میغلطه من آدمی که ایرا به صورت گرفته بودم خیلیش میکنم دست پاش می بنده و در بیابون می اندازش این قصه را چنگیز ایتماتوف نقل کرده میگه همون با قوت که بده است جوان و با قوت که بده جون با سلامت میبره دیگه همون مقصد که چه بون کرده است کیم چیم دیگه همین بالا می حلقه برگوش اسپند میچرونده است اسپنده هم خوجه شد خدمت خدا و یابی مادرش آگاه میشود او زنوی ترک بسیار با غیرت هم از سوار و جسور هم مادرش آگاه میشود میویا ادرس شم میگیره اگه پیش بچه‌ش میگه که بچه‌م بگیرم خاطر بگریزونم وطن برام که میگه نزدیک نیو که میکشم تیر خاطر میزنم خب مادری تو مطلب نمیشناسم فقط اون خوجه چی آرزو داری بچه‌م میگه آرزو دارم که همون خوجه ما هم تلپکش پدر کم در این همه آرزو داره در عمری سرش نه اخیرالامر اون زنه که بیچاره یک چند بارم داری سعی میکنه که فرزند کم کمک تعلیم بده یک روز همون مغول بدبخت میبینه سرو میام زنه کم میبینه من میام میگه او کی بود میگم یک زنه کی میام میگه که من مادرتم چیم میگه این دفعه اومد بزنش بکشش این دفعه میگه که دیگه حتی نزدیک نشوم نمیگش تیر خطی میزنه مادر خیچه میکشه خدا نگه بداره شخصی که تاریخ ندونه منقول کردنش بسیار آسانه نمیشه منقول فکر نمیکنه پروردگار مساعدت کنه که تاریخ اسلام و تاریخ من دیاری خدمونه تاریخ خدمونه مسلمانان خوب خد کنن بدونن اگر همین گذشته تکی ندونیم با گذشته خودت افتخار نداشته باشی آیندت هرگز دگرگون نمیشه باور کنید این چیز یک مسلم هست ولی همین میگن قوای جسمانی با خدا قسم قوای روحانی از قوای جسمانی رو تاثیر بیشتر داره این همین چچنی‌ها را ببینید چند پشت همین جنگاور به غیرت که گذشتگی هم اما قهرمانیشون نمیدونن در دوره سویتی مردم ما فقط پاولیک مروزوف گفته میگشت یک پاولیک مروزوفی بزیره که لعنتی پدر و بابا اخچه فروختگی هست برای ما قهرمان بود پاولیک مروزوف از چچن و زلیم خان داشتن همون زلیم خان اخچه را تحریم میکردن یا ابرکا یعنی فرزندان را هم تربیه کرده گیا این همین حوزی پریستاوید کنه یک چوبچه که چمپیونی جهان های یا دهقانی چچن در جرأت نمیکنه یا دهنگب زنه همون پیشتندش نمیکنه یا دهقانی چچن او برای که روحیه بسیار بلند دارن تاریخی خودشون خوب میدونن برای یورا مثلا در همتری موضوع پس کردن زپدلو های همین قوت روحانی قوه روحیه همیشه از قوه جسمانی بالاتر بیسته خداوند محفل خیر بگن این تفلکی را که سبب گرد اومدن این در سر ایده سرخون گشته است از جمعی بلو بزرگ آزادی خوب صالح و کمال